زنی که ثابت کرد فکر زنان همیشه بهتر کار میکنه. در کانال دنیای حکایت. در زمانهای دور مردی تصمیم گرفت کتابی بنویسه به نام مکر زنان. زنی از این موضوع باخبر شد و پیش اون رفت و گفت ای مرد، تو خودت نمیتونی فریب زنها رو نخوری، اون وقت میخوای چنین کتابی بنویسی و به بقیه چیز یاد بدی؟ مرد گفت من شماها رو از خودم بهتر میشناسم، مطمئن باش هیچ وقت فریبتون رو نمیخورم. اما زن گفت از من به تو نصیحت، میخوای گوش کن میخوای گوش نکن، اما عمرت رو فقط تلف میکنی با این کار، چیزی هم عایدت نمیشه. مرد قبول نکرد و گفت خیلی ممنون، حالا هم اگر ریگی به کفشت نداری از جلوی چشم من دور شو. معلومه که شما زنها چشم ندارید ببینید کسی پتتون رو روی آب بریزه. زن گفت باشه بعد هم دنبال کار خودش رفت، اما فکر بکری کرد. اون خودش رو به شکل و شمایل زن بسیار زیبارویی در آورد و با حالت ناز و کرشمه زیاد دوباره پیش مرد برگشت. سلام کرد و این بار تا مرد چشمش به زن افتاد، زن بسیار زیبایی را جلوی خودش دید. دلش شروع به لرزیدن کرد و با دستپاچگی گفت تو دختر چه کسی هستی؟ زن با ناز و کرشمه بسیار گفت من دختر قاضی شهرم. مرد گفت آیا ازدواج کردی؟ زن گفت خیر. مرد گفت مگه میشه دختری به این زیبایی تا حالا ازدواج نکرده باشه؟ دختر گفت پدرم منو خیلی دوست داره، دلش نمیاد منو شوهر بده، برای همین به هر کسی که به خواستگاری من میاد میگه دخترم کر و کور و لاله و با این حرف اونها رو دست به سر میکنه. مرد گفت آیا حاضری زن من بشی؟ زن گفت آره، ولی چه فایده که پدرم قبول نمیکنه؟ مرد گفت به نظرت چی کار کنم تا پدرت راضی بشه؟ زن گفت یه راه داره، اگه تو واقعا راست میگی وقتی پدرم چنین حرفی زد تو بپذیر و بگو اصلا ایرادی نداره، اینطوری شاید راضی بشه. مرد بیچاره هم قبول کرد و به خونه قاضی رفت و ندیده از دختر قاضی خواستگاری کرد. قاضی هم هرچی گفت بابا دختر من کره، کوره، لاله، اصلا زشته. مرد گفت ایرادی نداره که نداره. و بالاخره قاضی هم گفت باشه، حالا که خودت میخوای مبارک باشه. بله دوستان، بساط عروسی به پا شد و کارهای عروسی هم انجام گرفت و داماد قصه ما بدون اینکه از قبل عروس خانم رو ببینه با یک دنیا ذوق و شوق وارد حجله عروسی شد. چشمتون روز بد نبینه، تا تور عروسی رو از سر عروس خانم برداشت دو دستی زد توی سر خودش. عروسی زشت رو، کر و کور و لال، هرچی هم که قاضی گفته بود کاملا درست گفته بود. مرد فهمید که اون زن درست حسابی سرش رو کلاه گذاشته، ولی دیگه جرأت نداشت زیر حرفش بزنه و به قاضی بگه دخترشو نمیخواد. آخر سر دید راهی براش نمونده مگه اینکه بذاره و به جای دوری بره که هیچ کس نتونه ردشو پیدا کنه. اینطور شد که بیخبر گذاشت و از خونه قاضی رفت به شهر دوری که هیچ کس اونو نشناسه. مدتی گذشت و در اون شهر برای خودش کسب و کاری را انداخته بود، اما از قضای روزگار یک روز دید همون زن به مغازش اومده و سلام میکنه. مرد از جا پرید و با داد و فریاد گفت ای زن، من از شهر و دیارم آواره کردی، دیگه چی از جونم میخوای که تو قربتم دست از سرم بر نمیداری؟ زن خندید و گفت من از تو هیچی نمیخوام، فقط اومدم بپرسم یادت گفتی هیچ وقت از زن جماعت فریب نمیخوری؟ مرد گفت دیگه چه حقی میخوای سوار کنی، تو رو خدا دست از سرم بردار. زن گفت اگه قول بدی برای زنها کتاب ننویسی و پاپوش درست نکنی تو رو از این گرفتاری نجات میدم. مرد گفت کدوم کتاب بابا، بعد از بلایی که سرم آوردی کتاب نوشتن رو بوسیدم و کلاً کنار گذاشتم. زن گفت حالا که عقلت سر جاش اومده بهت میگم چیکار کنی. یه دسته آدم جیغ جیغوی آشوب راه انداز بردار و برگرد برو به خونه قاضی. قاضی خودش در رو باز میکنه و تا چشمش بهت بیفته میپرسه کجا بودی تا حالا؟ تا هم بگو دلم برای قوم و خویشام تنگ شده بود، رفته بودم دیدن اونها و چون خیلی سال از اونها دور بودم نذاشتن زود برگردم، حالا هم همشون اومدن عروسشون رو ببینن و مدتی هم اینجا بمونن. مرد هم همین کار رو کرد و با یک دسته کولی راه افتاد و رفت خونه قاضی و در زد.
قاضی اومد در رو باز کرد و دید دامادش با 30-40 تا کولی ریز و درشت پشت دره. پرسید این همه مدت کجا بودی؟ اینا کیان؟ مرد جواب داد ای پدر زن عزیزم، مدتی از قوم و قبیله‌ام بی خبر بودم. یه دفعه دلم هواشونو کرد، رفتم دیدنشون. حالا اونا هم با من اومدن عروسشون رو ببینند و مدتی هم اینجا بمونن. بعدم شروع کرد به معرفی کردن اونها و گفت این پسر خالمه، اون دختر خالمه، اون پسر عمومه، اون یکی دختر عمومه، اون یکی پسر عممه و الی آخر. کولی ها هم دیگه معطل نکردند و با هیاهوی زیاد وارد خونه قاضی شدن و بار و بساطشون رو هم ریختن توی حیاط خونه قاضی. یکی میگفت جناب قاضی سگمو کجا ببندم، یکی میگفت جناب قاضی دستتو بده ماچ کنم که فامیلمونو به دامادی قبول کردی، اون یکی میگفت خرم چی بخوره گرسنه است، اون یکی میگفت بزمو کجا ببندم خسته است. خلاصه یک وضع عجیبی که قاضی کپ کرده بود که خدایا این چه پلایی دیگه به سرم اومده. خلاصه یک کلام قاضی دیده که مردم بفهمن دامادش کولیه آبروش میره، بعدم این همه آدم رو چی کار بکنه. این بود که دامادش رو کنار کشید و به اون گفت تا مردم نیومدن به تماشا و تو شهر انگشت نما نشدم دخترمو طلاق بده و قوم خویشاتو بردار و برو. مرد گفت پدر زن عزیزم من آه در بساط ندارم که با ناله سودا کنم، اون وقت مهریه دخترت چی میشه؟ قاضی گفت کی از تو مهریه خواست؟ مرد هم که از خدا میخواست از شر دختر خلاص بشه حرف قاضی رو قبول کرد و دخترش رو طلاق داد و از شرش راحت شد. آری دوستان اینم از نتیجه نوشتن کتاب درباره مکر زنان. امید که از این داستان لذت و بهره کافی برده باشید. ممنون میشیم نظرات ارزشمندتون رو در کامنت ها ببینیم. همچنان با سابسکرایب کردن و شیر کردن ویدیوها ممنون میشیم که از ما حمایت فرمایید. در پناه عشق و نور الهی باشید.